سلام بچه ها، خوش اومدید یه ویدیو دیگه. با من اومدم با یه ویدیو دیگه، بازی فرار از جزیره. بچه ها من تا الان زیاد ویدیو گرفتم، حیف که صدام نرفته توش، خیلی گیم پلی گذاشتیم. ما باید اینجا گزینه ها رو انتخاب کنیم که بریم با چتر بریم. چتر درست بود. میفتیم توی جزیره که به آب بزنیم که خودمون میمیریم. شنا هم کنیم که این میاد و هم میکشه. فکر کنم این بهتره. آره درست بود. میرسیم به یه غار که خرس توشه. مرحله اولیم فرن با خرس بازی کنیم. سوس بدیم که نمیره توفم بزنیم. این باشه. شبیه خرس شدیم. سری بریم مرحله بعد. خب من اینو رفتم که چه اگه بازی دیگه ای مثل این سراغ داره حتما تو کامنت ها بذارین. من اون یکی ناشم دانلود کردم ولی نیاز به گوگل داره. متاسفانه گوگل هم که میبینیم وضعیتش چطور نمیاره، نیاز به گوگل داره. یس درست بود. نایس. این مرحله دوم. این نمومده. اینو من کجا بزنم خوب دیدش آقا؟ باز میان گفتم ما رو زیرم تله گذاشتم. اوکی فهمیدم. گیرید و از گزینه ها هزمه فلوت هم بزنیم میان. با فلوس شاید بتونیم مثل مار رامشون. اوکی بود. من فکرم ما رو برد. ما زنده شدیم. اوکی اینا بزنیم بهتره. اون به ما میده ما زامبی میشیم. مار به نظرم بهتره گزینه است. من از اول میدم حوصله ندارم. خب اینجا مار نبود. این حتما ما باید الان سفر رو جا بجا کنیم. نه این اشتباه بود. اینو زدیم اشتباه بود. اینو بزنیم به امید همه بیننده ها. ما میمون شدیم. بیشتر شبیه تارزان بود. اینو رد کردیم. دعوا کنیم این میبره. صد درصد همینه. نه اشتباه کردم. صدی نیست. نگفتم اون صورتشو گرفته. بچه ما الان گیم پلی اسکوید گیم و رئیستو بزن و اینا رو گرفتیم ما، ولی که اونا مشکل داشتن، صدا خیلی بد ضبط میشد. الان اینا یکم چیزه. الان میدونم کیفیت بده، مجبورم دیگه به این سنگ پرتاب کنیم که بد میشه. آبم بریزیم بد میشه. نه این دشمنشون شاید باشه. اگه میخواین پارت بعدش هم بذارین بنویسین پارت بعدی. این دعوا شد. اما این ویدیو رو من میخوام ادیت کنم. باید کجا بذارم؟ با سنگم بریم جلو. فکر نکنم اشتباه کردیم. سگ شیمیا سگ میشه. خوشحال شد رفتم. خب دیگه بچه ها، تا ویدیوی دیگر، بدرود.